سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان سروران عزیز و ارجمند. چند وقت پیش یه بازدیدی از یکی از پروژه ها داشتم. یکی از همکارا یه گله‌ای کرد، این که آقای مهندس ما به کارگرامون آموزش دادیم، تجهیزات حفاظت فردی دادیم، ولی کارگرای ما از این تجهیزات استفاده نمی کنند. علی‌رغم این که میدونن خواسته های ما، آموزش های ما، تجهیزاتی که ما در اختیارشون قرار دادیم همه در جهت حفظ جونشون هست. این تلنگری شد که ما بیایم با همدیگه این پست رو تهیه بکنیم. خب ما بیایم یک تعریف ساده‌ای از ایمنی داشته باشیم. ایمنی رو ما میگیم درجه دوری از خطر، و اگه به صورت فرضی بیایم ایمنی رو بین 0 تا 100 درجه بندیش بکنیم، ایمنی هیچگاه 0 نمیشه، هیچگاه 100 هم نمیشه. 0 نمیشه به خاطر اینکه همه ما داریم حب ذات هستیم. حب ذات یعنی چی؟ ما به یه ساختار ساده از مغز تعریف بکنیم. ما در قسمت پشت پیشانیمون یه قسمتی داریم که در انسان مدرن رشد پیدا کرده و تا 20 سالگی هم ادامه پیدا میکنه رشدش، و تمام اعمال ارادی، تصمیمات مهم زندگی ما با این قسمت میگیریم. یه قسمتی داریم تو مغزمون به نام آمیگدال ها. آمیگدال ها میان تجربیات درد رو در خودشون ذخیره میکنن. مثلا یک کودک برای اولین بار که با یک جسم داغ مواجه میشه و اونو لمسش میکنه، اون تجربه تلخ ناشی از سوزانندگی دستش در آمیگدال ها ذخیره میشه. دفعه بعد که کودک با جسم داغ مواجه میشه، آمیگدال ها آژیر خطر رو به صدا در میارن و این قسمت ساقه مغز وارد عمل میشه. ساقه مغز اعمال غیر ارادی رو تحت کنترل داره و سریع دست کودک رو به عقب میکشه. ما در این ساقه مغز یک اطلاعاتی رو از گذشتگانمون به ارث بردیم و در خودش ذخیره داره. مثلا شما تو آپارتمان نشستی، صدای غیر طبیعی رو میشنوی، بلافاصله واکنش نشون میدی، در صورتی که اصلا شما در آپارتمانی و هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه. پس این واکنش به این محرکه از کجا اومده؟ از نیاکان ما اومده. نیاکان ما وقتی که در غارها، در چادرها زندگی میکردن، هر کدوم از این صداهای غیر طبیعی حکم مرگ و زندگیشونه داشته. نوید حمله یک حیوان وحشی رو میداده. پس همه این اطلاعات، چه تجربیاتی که کودک کسب کرده، چه دانش‌هایی که به دست آورده و چه اطلاعاتی که از گذشته به ارث برده، نشون دهنده اینه که ایمنی 0 نیست. ولی از اون ور ایمنی 100 نیست. از هر کدوم از همکارا هم بپرسیم اینو تایید میکنه. علتشو بپرسیم همه بدون استثنا میگن که چون رفتارهای انسانی غیر قابل پیش بینیه. حالا برگردیم به اون گله‌مندی که ابتدای صحبتمون مطرح کردیم. حالا ما به عنوان متخصصین ایمنی بهداشت محیط زیست چقدر به دانسته هامون عمل میکنیم؟ ما میدونیم ورزش خوبه ولی خیلی همون ورزش نمی کنیم. ما میدونیم غذاهای فست‌فودی، غذاهای سرخ کردنی برای سلامتیمون مضرن ولی باز داریم استفاده میکنیم. ما میدونیم مطالعه کردن خیلی خوبه. ما میدونیم رانندگی با سرعت زیاد، عدم رعایت قوانین رانندگی بسیار خطرناکن ولی بعضی وقتا اینا رو انجام میدیم. ممنون میشم عللش رو شما در زیر این پست کامنت کنید. ممنون و سپاسگزارم.